قراره که امروز راجع به یک گرامر تایم دیگه صحبت کنیم به نام imperative verbs. حالا قراره داخل این imperative verbs بهتون بگم که چه چیزا. سلام. یه چند سوال داشتم. بفرمایید. گشنته یه دونه ساندویچی این کنار هست، میتونیم یه ساندویچ بگیری از اونجا. تشنته یه سوپرمارکت هم اونجا هست، میتونیم بری آب معدنی بگیری. حوصله نداری میتونی بری خونتون کتاب بخونی. مسیح خانه محکوی بره. مسیح خونتون هم من باید بهت بگم. نگاه میدون اینجا رو میبینی، تا میدون مستقیم میری، رسیدی به میدون میری سمت چپ که رفتی تا آخر ادامه میدی، بعد دستتو میاری بالا، از یکی دیگه میپرسه که مسیر خونه آقای بیب کجاست. نفهمیدی؟ دستتو بده من همونجا بیا بریم. بیا خب تا من این آقای بیب رو میرسونم خونشون بهتون بگم که تموم این مکالمه که ما داشتیم همش از imperative verb استفاده شده بود. حالا این که چطور imperative verb رو داخل زبان انگلیسی به کار بگیریم ادامه ویدیو رو ببینین و یاد بگیریم. خب imperative verbs همونطور که گفتیم imperative verbs به معنای افعال دستوری و امری هست. نحوه ساختشون اول نحوه ساخت افعال امری و دستوری. گفته که از مهمترین ملاک‌های ساخت افعال دستوری و امری اینه که فعل ما باید شکل ساده باشه. شکل ساده یعنی چی؟ یعنی فعل ما ایدی نداشته باشه، آینجی نداشته باشه، شکلش عوض نشده باشه و توی ساده ترین شکل حالت و توی ساده ترین شکل ممکنش باشه. نگاه کنیم مثالا رو. Go help me put it on. افعال من به رنگ قرمز آوردم براتون و همونطور که میبینیم تو حالت بیس فرمشون قرار داره. حالا ما برای منفی کردنش باید چیکار کنیم؟ همونطور که میبینیم قبل از ورب که توی شکل ساده و بیس فرمش باید باشه یه سه تا کلمه آوردم من. کلمه do not، don't و never باید اضافه بشه. don't و do not به یک معنا هستن ولی خب don't شکل اختصار یافته همون کلمات do not هست. گفته ما برای منفی کردن افعال دستوری قبل از شکل ساده فعل باید کلمات گفته شده رو بهشون اضافه کنیم، مثل do not go، don't help me، never put it on. این افعال go، help، put on همون افعال بالا هستن که به شکل مثبت و ساده اومدن و حالا ما با اضافه کردن این سه تا اومدیم اونا رو منفی کردیم. کاربردهای حالت امری و دستوری. ببینیم کاربردشون چیا هست. یکی از کاربردهایی که از رو اسمش هم مشخصه دستور دادن هستش. Sit down، don't run، be quiet، never eat fast food. همونطور که میبینی یه حالت دستوری توی این اصطلاحات هست. بشین، ندو، ساکت باش، هرگز فست فود نخور. پس یکی از کاربردها شد دستور دادن. یکی دیگه از کاربردهای دیگه‌اش درخواست کردن هست. نگاه کنید مثالا رو. Open the door please. در رو باز کن لطفاً. Don't sleep at class please. سر کلاس نخواب لطفاً. Eat your dinner please. شامت رو بخور لطفاً. همونطور که می‌بینی حالت درخواست کردن داره این مثال هایی که آورده شده و حالا با اضافه کردن کلمه please میتونیم یک کوچولو محترمانه شونم بکنیم. نکته آوردم اینجا ببینیم چی گفته. گفته بهتر است برای درخواست مؤدبانه از عباراتی همچون عبارات زیر استفاده کرد. Could you open the door please؟ میتونید در رو باز کنید لطفاً. Could you please eat your dinner؟ میشه لطفاً شامتون رو بخورید. I wonder if you could help me. خواستم ببینم که آیا میتونید بهم کمک کنید. اینا هم برای درخواست کردن های مؤدبانه استفاده میشه. این سری اصطلاحاتی که ما میتونیم could you استفاده کنیم، would you please استفاده کنیم، I wonder if استفاده کنیم و درخواستمون رو به طور خیلی مؤدبانه و محترمانه بیان کنیم. بریم سراغ بقیه کاربردهاش. هشدار دادن یا نصیحت کردن. ببینیم مثلا رو. گفته be careful، مراقب باش. Watch your mouth، مراقب حرف زدنت باش، حرف دهنتو
بفهم که یه اصطلاحه. Don't forget to take your passport. یادت نره پاسپورتتو برداری. پس ما برای افعال دستوری و امری میتونیم برای هشدار دادن و نصیحت کردن هم استفاده کنیم. یکی دیگه از کاربردهاش نشان دادن جهت و مسیره. Go straight. مستقیم برو. Over the bridge. از ریپو رد شو. Turn left at the traffic lights. چراغ راهنمایی رو به چپ بپیچید. همونطور که میبینید داره از imperative verb برای نشان دادن جهت و مسیر استفاده میکنه. دستور عمل دادن برای انجام کاری، همون instruction دادن. یعنی چی؟ نگاه کنید، گفته at first open the door. ابتدا در رو باز کن. Secondly take off your shoes. دوم این که کفش هایت رو در بیار. Then say hello to your mom. بعد به مامانت سلام. Finally hug her. در آخر بغلش کن. داره یک سری سلسله مراتب و مراحل رو به ترتیب میگه و ما برای انجام این کار و دستورالعمل دادن یا همون instruction دادن میتونیم از imperative verbs هم استفاده کنیم. خب امیدوارم که این قسمت از گرامر تایممون کاملا کاربردی بوده باشه براتون. مبحث imperative verbs و افعال دستوری رو با هم دیگه مفصل کار کردیم. هر سوالی چیزی داشتین میتونین توی کامنت ها از من بپرسین، حتما جوابتون رو میدم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما توی این چنل قراره کلی با هم دیگه زبان انگلیسی یاد بگیریم و به مسیر بستنگمون نزدیک بشیم. اگه نمیدونی بستنگ چیه حتما ویدیو اول منو نگاه کن. امیدوارم که حال دلتون خوش بمونه و روزگار به کامتون. مراقب خودتون باشین بستنگی عزیزم. بدرود.